سلام و درود خدمت شما همراهان همیشگی وبسایت کالج پیپس. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی الگوهای ادامه دهنده در خدمتتون هستم. این بار میخوایم بریم سراغ الگوی مثلث صعودی و نزولی یا همون ascending triangle یا descending triangle که مثلث صعودی و مثلث نزولی هستش. دوستان عزیز، این مثلث زمانی که میتونیم بگیم مثلث صعودی هست، سقف مثلث ما تقریبا میشه گفت شیب نداره و صاف هستش و زمانی که میتونیم بگیم که این مثلث نزولی هست و کف رو شکونده، این کف ما هم باز دوباره به همین شکل صاف هست و شیبی رو نداره. پس دقت بکنید که این الگو رو با الگوهایی مثل پرچم و یا الگوی وج اشتباه نگیرید. توی مثلث صعودی نقطه ورود ما میشه شکستن سقف مثلث ما که مقاومت ما هست. توی مثلث نزولی هم طبیعتاً زمانی که کف رو میشکنیم ما میتونیم وارد پوزیشن بشیم و تارگت خودمون رو میتونیم فاصله بین ابتدای الگو، یعنی این قسمت میشه ابتدای الگوی ما، این فاصله رو میتونیم بگیم که تارگت ما خواهد بود، چه توی مثلث صعودی چه توی مثلث نزولی. در صورت برای اینکه یه مقدار برای شما واضح تر باشه، روی چارت من توضیحات بیشتری رو میدم و اونجا مثال هایی میزنیم که میتونه به شما کمک بکنه که تشخیص این الگو رو خیلی راحت تر روی چارت بتونید داشته باشید. با هم بریم سراغ چارت. خب دوستان عزیز، ما اومدیم روی چارت 4 ساعته بیت کوین مجدد. توی چارت 4 ساعته بیت کوین من یک محدوده رو مشخص کردم که میتونیم بگیم این الگو اینجا شکل گرفته. پس ما گفتیم که طبق حالا چیزی که ما داریم میبینیم مثلث صعودی مقاومتمون شیبی نداره و یه حالتیه که خط صافه و از پایین ما یه شیبی رو میتونیم برای خط حمایتمون در نظر بگیریم. اینجا بالا رو میتونیم بگیم که درست تشخیص دادیم. برای محدوده‌ای که میتونیم بگیم که حمایتی هست، این شیب رو میتونیم در نظر بگیریم که با توجه به اینکه ما میگیم مثلث ما باید به این شکل باشه و بالا صاف باشه، میتونیم این محدوده رو به عنوان محدوده مثلث صعودی در نظر بگیریم توی چارت 4 ساعته بیت کوین. گفتیم که زمانی که ورود میخوایم بکنیم موقعیه که ما سقفی که به عنوان سقف مقاومتی خودمون چندی بار اومدیم تست کردیم و اینجا بریکات و شکست صورت گرفته، مناسب ترین جا یا سیف ترین جایی هستش که شکست صورت میگیره و استاپ رو هم ما میذاریم این پایین خط حمایتی که کشیدیم. پس این میشه ستاب ما زمانی که مثلث صعودی رو داریم توی چارت احساس میکنیم و میبینیم. تارگت ما میشه کجا؟ میشه پهن‌ترین قسمتی که در شروع ما میتونیم ببینیم، میشه تارگت ما. زمانی که ما اینجا تارگت رو قرار میدیم میبینیم که تارگت ما رو 31200 مثلا 50 هست، ولی قیمت رو 31000 تقریبا 70 اومده خودش رو رسونده. دوستانی که من رو دنبال کردن، آموزش‌های قبلی رو دیدن، میدونن که من توضیحات رو راجع به این موضوع دادم. مجدد خدمتتون میگم خیلی موقع‌ها زمانی که شما یک الگویی رو توی چارت میبینید، مطمئن باشید که زودتر از شما اون مارکت میکر میدونه که این الگو قرار شکل بگیره و از اونجایی که همه منتظرن خروجشون رو نوک اون تارگت بزنن، بعضن پیش میاد که این اتفاق نمیفته و با یک فاصله حالا چند دلاری و فاصله خیلی کم مارکت جهت خودش رو تغییر میده و استاپ هایی که اینجا گذاشته شده رو میره به سمتش و هانت میکنه. این رو توجه داشته باشید که زمانی که میخواید خروج بکنید و به درستی وارد شدید، نقطه ورودتون درست بوده، استاپتون درست بوده، هرگز به این که شما 100% اون نقطه‌ای که تارگت به شما نشون داده
نباید متکی بشید و منتظر باشید که به اون نقطه برسه، چون این احتمال وجود داره توی خیلی از موارد این اتفاق نیفته و شما دچار حالا ضرر بشید و اون سودی که میتونستید کسب بکنید رو سیو نکرده باشید و اون پوزیشن شما متاسفانه با توجه به اینکه به سود هم رسیده بوده با ضرر استاپ بشه. پس این رو خیلی دقت بکنید که همیشه تارگت های ما فیکس به قول معروف نخواهد رسید به اون محدوده، برای اینکه مارکت میکر میدونه چه تعداد پوزیشن ها اونجا منتظر هستن که سیو سود بکنن، بنابراین میاد یک شیطنتی میکنه. اینها رو خب به هر حال شما باید چندین سال تجربه بکنید تا به این موضوعی که خدمتتون عرض میکنم و اشاره میکنم صحه بذارید و من رو تایید بکنید که واقعا این اتفاق خیلی میفته. همونطور که میبینید الان ما روی چارت این رو تونستیم به شما نشون بدیم. حالا میریم سراغ مثلث نزولی. خب دوستان عزیز، توی چارت 15 دقیقه من یک محدوده رو پیدا کردم که میتونم یک مثال خوبی رو خدمت شما ارائه بدم. ببینید اولندش که ما حرکتمون رو به پایین هست و در ادامه خط حالا اون حرکت قیمت به سمت پایین ما دنبال یک مثلث نزولی هستیم که تقریبا میشه گفت پایین این مثلث باید صاف باشه به این شکل و بالای اون مثلث تقریبا میشه گفت یک شیبی رو ما اینجا داشته باشیم. همونطور که توی تصویر ملاحظه میکنیم ما از سمت بالا که میایم واکنش ما به کف سقف چندین بار و در نهایت اون انتهای مثلث رو داریم که بریکاتمون صورت میگیره، یعنی ما ورودمون به این کانال و الگوی مثلث سقف رو تست میکنیم، کف سقف مجدد کف، دوباره به سمت بالا میریم، دوباره کف رو تست میکنیم، میریم به سمت بالا و در نهایت در جایی که حالا باریک میشه این بریکات ما صورت میگیره. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما ورودمون اینجاست، استاپمون هم کجاست؟ اینجاست. زمانی که ما این پهنای مثلث رو برای خودمون تارگت میکنیم و به این قسمت میذاریم، نگاه میکنیم میبینیم که تارگت به درستی تاچ شده و از زمانی که این تارگت تاچ شده به سمت بالا حرکت کرده و این استاپ رو زده. یه سری از دوستان این تارگت ها رو خروج نمیزنن، نگه میدارن، اعتقاد دارن ریزش بیشتری احتمالا وجود داره. شما باید استراتژی های مختلف رو، الگوهای مختلف رو، حالا اندیکاتورها، اسیلاتورها و تکنیک های مختلف رو به کار ببرید تا اینکه بتونید حالا تشخیص بدید که آیا روند ادامه خواهد داشت یا اینکه روند تغییر پیدا میکنه و حالا اگر نزولی هست به سمت بالا و اگر به سمت بالا حرکت میکنه به سمت پایین روند رو به قول معروف شکسته و تغییر داده. در صورت این الگو به درستی کار کرده، این تارگت خودش رو تاچ کرده و همونطور که میبینید خیلی زیبا تونسته کسی که حالا اینجا وارد پوزیشن شده اینجا سیو سود خودش رو انجام بده و از این پوزیشن خارج بشه. توی ویدیوهای قبلی گفتم این ملزم نیستید که توی چارت دنبال این باشید که این خطوط به صافی و نمیدونم به همین زیبایی مثلا توی چارت نمایش بده خودش رو و شما بتونید تشخیص بدید که بگید آقا این بله این همین الگو است. بعضی موقع ها این الگوهای فیک بریک آتی هم دارن، یک شادوهایی میزنن از بالا از پایین، شکلشون شاید تا حدودی تغییر بکنه. شما باید اونقدر باهوش باشید که بتونید این رو تشخیص بدید، بتونید اون الگو رو برای خودتون ترسیم بکنید و طبق حالا اون چیزی که یاد گرفتید و در آینده تجربه خواهید کرد توی مارکت از این الگوها بهره کافی رو ببرید و بتونید سود خودتون رو به طریقی که حالا توضیح دادم با ورود مناسب، با استاپ گذاشتن مناسب و خروج مناسب از این مارکت بگیرید. دوستان عزیز، امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید باشه. موفق و پیروز باشید.